آلماتی، قزاقستان، می 2013. دو دانشمند به نامهای ولادیمیر شرباک و ماکسیم ماکوکاف در نشریه ایکاروس نظریه تکان دهنده ای را ارائه می‌دهند مبنی بر اینکه در دی ان ای انسان می‌تواند کد هوشمندی را یافت. They concluded that there was a certain amount of mathematical precision and what's known as digital checking built into our DNA like computer codes have. Checking codes to make sure that all the other codes are right. می‌دانیم که کد ژنتیکی دی ان ای زبان پیچیده است، تشکیل شده از میلیاردها کاراکتر با ترتیبی بی‌عیب و نقص، درست مثل زبان کامپیوتر. اما این زبان به قدری پیچیده و دقیق است که علم ژنتیک هنوز هم نمی‌داند منشأ دی ان ای از چیست. این دو دانشمند ادعا می‌کنند که تحقیقاتشان از یک نظریه بحث برانگیز درباره خاستگاه دی ان ای حمایت می‌کند که برای اولین بار توسط فرانسیس کریک، یکی از دو مرد مسئول کشف ساختار مولکول دی ان ای، در سال 1953 ارائه شده بود. In the article, they went on to propose that our DNA didn't come from بنیان اصلی پان اسپریمای جهتدار این است که ذرات اصلی تشکیل دهنده حیات در گذشته‌های دور توسط تمدنی پیشرفته به زمین ارسال شدند و نظریه پردازان فضانوردی باستان نیز میگویند که این میتواند بخشی از پیام داستان‌های تخم کیهانی باشد.